این هفته خبر تو خبر داره براتون از اپیدمی ریزش و ناامیدی تو نظام ولایت و روزهای صدمن یک غاز آخوند رئیسی. آخرین دیداری که رهبری با نیروهای عزیز سپاه داشتن به همه مسئولین نصیحت کردند خستگی و ناامیدی ممنوع. سخن روز ما اینه، همون سخنی که ایشون فرمودن، خستگی و ناامیدی ممنوع. ببینید وضع چقدر خرابه که امام جمعه های عظما هم همین روزه رو میخونن. یأس معنا نداره، ناامیدی معنا نداره. کسانی که جوانهای ما، دختر پسرای ما رو ناامید میکنن، عرض کنم طبل یأس میزنن، خیانت میکنن. یأس آفرینی، ناامید سازی و القای بنبست کار دشمن. اینا فکر میکنن با این حرفا میتونن موتور اسقاطی نظام رو به کار بندازن، اما یه چنین آخر و عاقبتی در انتظارشونه. دوستان عزیز، اگه میخوان قدرت موتور شما زیاد بشه، اول این کار انجام میدین. سرشمو در میارین، خیلی راحت اینجوری زیرش آتیش میگیرین، قشنگ تمیز دودش که در من میذارین، بعد خیلی تمیز اینجا میگیرین. این یکی هم اومده میگه بابا مارادونا رو ول کنین، قزنفر رو بچسبید، نظام مشکل خود تخریبی هم داره. چون گاهی در تعریف از کار مهمی چنان تخریب صورت میگیره که دشمن هم نمیتونست اونجوری که این کار تخریب کرد او تخریب بکنه، خودمون تخریب میکنیم. اون آسیبی که خودمون میزنیم دشمن نمیتونست اینطوری آسیب بزنه. احتمالاً خود تخریبی عظما تو این وضع و اوضاع یه چیزی تو این مایه هاست. از اون طرف ریزشی ها مدام مشغول خالی کردن زیر پای عظما. دیگه حالا هی شما ریش بزن، نمیفروشه. هی بیا ادای آزادی در بیار. میگم مردم، میگم برو بابا تو هم کلاشی. میدونی از بس کلاشی کردن، چی رو نفروختن؟ میدونی آزادی رو نفروختن، دین رو نفروختن، عدالت رو نفروختن، همه چی رو فروختن. بعد تو دست رو هر چی میذاری مردم میگه این کلاش، این میخواد بفروشه، هیچی کار نمیکنه. بعد ضربش به جامعه چیه؟ خلاصه این که تو این وضعیت خواب راحت به چشمای عظما نمیاد. مشنگستان این هفته رو با یه مقایسه مختصر بین وعده‌های انتخاباتی آخوند رئیسی و حرف‌های امروزش شروع می‌کنیم. کجا معلوم که مثلا این فرد یه اشکالی داره در ظاهرش؟ از کجا معلوم این اشکال من یه چیز در یه جهت دیگه نداشته باشم؟ مثلا او فرض کنید که حجابش درست نیست، من هم زبانم زبان درستی نیست، من هم رفتارم رفتار نادرستی هستش، و این که نمیشه باعث سنجش بگیم که آقا یه کسی مثلا چون یه کمی قیافش طور دیگه است، اصلا اینطور نیستش. آحاد این کشور هم مسلمانن هم انسانند، به اعتبار انسانیت ما نسبت اونها وظیفه داریم. و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید. خالی بندی های انتخاباتی آخوندا یه چیزی تو مایه های چشمبندی این طرفه. حالا اگه سوالتون شده که پس آخوند رئیسی الان چی کار میکنه، جوابش یه کلمه است، داره سوتی میده.
الان دیگه روزی نیست که تو استبل ولایت به آخوند رئیسی لگد نزنن و از وضعیت قمر در عقرب دولتش نگن. جناب آقای رئیسی، نه تنها دولت تاریخ هستید که مرغ را به پرواز در آوردید تا جایی که مرغ از سفره‌های مردم پر کشید و قیمتش به افلاک رسید. سفره‌های مردم روز به روز کوچک و کوچکتر می شود. فقر و گرسنگی در ایران پر از ثروت و نعمت بیداد می کند و موج ناامیدی سراسر کشور را فرا گرفته. این هم یه تصویر شماتیک از نقش آخوند رئیسی در چرخوندن چرخ مملکت، با این تفاوت که زحمت همین کار رو هم به خودش نمیده. اینجاست که پدرزن رئیسی جلادم مجبور میشه به وضع خراب اقتصاد اعتراف کنه و از این حرفا بزنه. الان اقتصادمون به هم ریخته، الان بازارمون خرابه، الان درآمد خالص سرانه اومده پایین، الان رکوده، الان بیکاریه، الان اشتغال چین و چنانه. پس بنابراین بریم ما آقا بگیم از تمام امکانات اتمی فناوری هستیمون دست برمی‌داریم بشیم بسازیم. کار به جایی رسیده که آخوندا هر چقدرم بپر کنن دیگه به جایی نمیرسن. این دم آخری جک و جونورای قشری و اصلاحاتی دنبال اینن که با مناظره های نمایشی برای عظما بازارگرمی کنن. یکیشون از این قمپوزا در میکنه. امام اومد گفت آقا میشه، بایدم بشه و شد. ملت هم همراهی کردن، پیروز شد، حکومت اسلامی هم تشکیل شد. این حکومت اسلامی هم حکومتی است که مرتب داره پیشرفت میکنه. به قول مقام معظم رهبری دم قله است. اون یکی هم که نوچه رفسنجانی بوده مجبور میشه به ورشکستگی نظام ولایت فقیه اعتراف کنه. هیچ حکومت دینی در طول تاریخ موفق نبوده. هیچ حکومت دینی از جمله حکومت ولایت فقیه خودمون. بگذاریم از این که دعوا سر لاف ملاست و اینا همشون سر و ته یک کرباسن. خودشون دست همدیگر رو اینطوری رو میکنن. احمد توکلی اصولگراتر و با آرمان‌های انقلاب و نظام و نمیدونم این چیزا اینوری نداریم. از صادق زیبا کلامی که اسرائیل به رسمیت میشناسه صحبتاشو دارید میشنوید اون طرفی نداریم. دختر پسر اینا با هم ازدواج کردن. ایسکامونو گرفتن خبر نداریم.